فاطمه نظری عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر اینجا با ما هستند. بانو نظری بسیار زیاد خوش آمدین. واقعا در پارلمان افغانستان چی جریان داره؟ یعنی حداقل در یک هفته گذشته ما شاهد هستیم که شمار زیاد از اعضای مجلس غایب هستند، در مجلس حضور ندارند. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همکاران شما و همچنان بینندگان تلویزیون. خب متاسفانه بحث آذری و غیر آذری وکلا از سابق هم متاسفانه که ما یک مقداری بلد بودیم که بیشتر بود، ولی در این اواخر بیش از حد شده و این برمیگرده با تعهد وکیل و در کنارش مدیریت ریاست مجلس که متاسفانه ما بیشتر ریاست مجلس و هیئت اداری ولسی جرگه در سفرهای خارجی علاقمند است. این باعث میشه که دلسردی هم به وجود بیاره و بعضی مواقع هم مدیریت هم ضرورت است. خب باید مدیریت شود و در عین حال ما بعضی موارد داریم در اصول وظایف ما باید تطبیق شود که این متاسفانه تطبیق نمیشه. به خاطر جلوگیری مورد تعهدات را که هیئت اداری، یعنی قبلا شما هم در جریان هستین، کرده بود که باید نام این افراد فاش شود و همچنان کرسی‌هایش به تصویر کشیده شود تا اینکه مردم بفهمند چقدر واقعا در این تعهدش هیئت اداری پایبند بوده و این اقدامات انجام داده. خب یکی از کارهایی است که باید انجام شود و این ما و شما میفهمیم که ولسی جرگه تلویزیون لایف هم داره و اگر وکیلی که تعهد نداشته باشه با او آذری خواندن نمیشه که فرض مثال تنبیه شود. ما به این باور هستیم که وکلای این دوره همونطور که یک جمعی از همشهریای ما و شما گفتن که با وظایف شخصی عمل میکنه بیشتر مصروف هستن، این یک واقعیت است. متاسفانه ما بیشتر یک تعداد از وکلا را داریم که تجارت های شخصی داره که ولسی جرگه یا وکالت کار فرعیش گفته میشه. این باعث شده که نصاب مجلس بشکنه و ما نتانیم موفق شویم که قوانینی که به اصطلاح نصاب ضرورت داره به اکثریت حاضر ما که حداقل با یک تعداد مشخص باشه ما ضرورت داریم، متاسفانه نمیتونیم پورا کنیم. که همین چهارشنبه که گذشت ما به می مشکل برخوردیم و قوانین از رایگیری باز ماند و ما مشخصا چند قانون در یک هفته گذشته از رایگیری باز ماندن. میشه بگوین که این قانونا کدام قانونا بود و چقدر نیاز جدی بود که باید تصویب شود؟ خب ما دقیقاً چند قانونی که در روز 3 قانون حداقل در روز چهارشنبه بود، امیر ما میتونم بگویم که ما متاسفانه نتونستیم که پاس کنیم و مشخص به خاطر نبود نصاب این قانون از رایگیری باز ماند. و چقدر زدوبندهای سیاسی مصروف ساخته وکیلا را که ما حداقل در یک ماه گذشته شاهد بودیم که شمار از وکیلا رفتن به پست های دولتی گماشته شدن. یعنی فکر میکنین هنوز هم شمار زیاد از وکیلا مصروف هستند تا یک جای یک مقام دولتی را دریافت بکنند؟ دقیقاً ما یک تعداد از وکیل صاحبا را داریم که در سالها حضور نداره، ولی زمانی که میخواد که فرض مثال یک پست مهم بر صندوق مانده میشه، مثلا ریاست امنیت، مثلا لوی سارنوالی، مثلا پست هایی که میتونه که برای یک وکیل مهم جلوه کنه، از خارج از کشور هم میایه و در سالها ما بعضی وکیلا را متاسفانه میبینیم که در سال ما یک بار میبینیم، فقط در روز افتتاحی که رئیس جمهور میه وکیل حاضر میشه و از این سال در این سال یک بار یانش. ما یعنی خب یک تعداد از وکلا را داریم. گفتن که بله. همون مسئولیت فردی در صورتی که در اینا وجود نداشته باشه حاضری خواندن و با تصویر کشیدن هیچ دردی را دوا نمیکنه. پس مسئولیت هیئت اداری به عنوان مسئول در اینجا چی است؟ چرا به گونه جدی اقدام نمیکنه؟ من فکر میکنم که یک مدیریت قوی میخواد و خصوصا جناب رئیس ما هم آذریش سوال داره. ما اکثریت سفرها را نیاز نمیبینیم که رئیس مجلس باید بره. حداقل یک نفر از هیئت اداری اگر بره، ریاست مجلس باید مدیریت کنه، کنترل کنه و دقیق برنامه را تعقیب کنه. ولی ما در هر مجلس تا در هر سفر رئیس مجلس
میره و تا آخر نقطه سفر میره. من در دوره 15 هم وکیل بودم. رئیس مجلس میرفت فقط امو جلسه ای که امو روز برش مهم بود امو رو میگذران و عاجل که اتومات پس میامد بر ریاست مجلس، پس دوباره برمیگشت. ولی رئیس فعلی ما تا امو آخرین روزهای سفرم پا به پای سفر را میره و مجلس اینجا گروگان میمانه و یک تعداد کسا هم که اگر بی توجهی میکنه هم به این باور است که ریاست مجلس وقتی نمیه، هیئت اداری هم توجه نداره و شاید هم مجلس هم جدی گرفته نشه و وکلا هم یک تعداد با بزنس های شخصی خود زیادتر تعدادی کسایی که بزنس شخصی داره که ترجیح میده از وکالت کرده هم رقمش بسیار بالاست در این دوره که ما وکیل هستیم. در کنار موارد شخصی و موضوعات شخصی که وکلا مصروف هستند، فکر میکنین هماهنگی که میان حکومت و پارلمان وجود داره یا نداره هیچ چقدر تاثیرگذار بوده در حاضر بودن و حاضر نبودن نماینده ها؟ خب من شک ندارم که حکومت یا دولت هم به خاطر بعضی موارد است که نیاز نداشته باشه یا فرض مثال احساس میکنه که اینجا مشکل زا باشه، شاید هم مثلا تقرری یک وکیل به عنوان سفیر، تقرری دیگه وکیل به عنوان یک سفیر دیگه، اینا برای ما هم سوال است. چرا علاقمند است که شورای ملی یا مجلس نمایندگان در هر جای به عنوان دیپلمات معرفی میشه و اینجا ما هر روز تشویق میشیم که باید از مجلس باید بر بگردیم و این به نظر من هم سوال است خودش و برای ملت افغانستان هم من باور دارم که سوال است. وقتی یک وکیل میخواد برای وکالت بیاید و حتما تصمیمش قرص است و او نمایندگی از ملت میکنه، او حق نداره که باید بره به عنوان سفیر مقرر شود. به نظر من کسی که وظیفه شناسی کنه وظیفهش وکالت است، نه سفارت و نه جای دیگه. و این که چطور چی باعث میشه برای من سوال است. یعنی از یک طرف مردم خیلی انتقاد دارن که باید سرپرستایی که در نهادهای امنیتی است مدارک از اینا به پارلمان فرستاده شود و هر چه زودتر پارلمان هم تصمیم بگیره در مورد از اینا. یعنی با چنین وضعیتی که حداقل در یک هفته ما میبینیم، فکر میکنین که پارلمان موفق خواهد شد تا این نامزدا را برش رای اعتماد بتن در صورتی که کل وکلا حضور نداشته باشند؟ یعنی باز هم مثل همون قانونایی از رای خود باز ماند. خب من باور دارم که یک تعداد از وکیل صاحبایی که در سال نمیایه حتما در اون روز پیدا میشه. ایره شک نداشته باشین، چون زمانی که بخواد که پشت قضیه کی از کی به اصطلاح برش مهم است، اگر مهم برش جلوه کرد حتما از خارج هم میاد. ولی سفرهای شخصی و سفرهای رسمی و سفرهای بیرونی و تجارت ها همه در کل یعنی گروگان گرفته ولسی جرگره و امروز ما یک تعدادی کثیری از وکیل صاحبا را داریم که در بیرون افغانستان حتی خانه هایشان هستند و برای چکر و برای سفر و برای یک سیل و سیاحت وری میایه برای پارلمان افغانستان. که من آرزوی از این دارم که ملت افغانستان در آینده متوجه از این نکته باشه و کسایی را باید جابجا کنه در ولسی جرگه به عنوان نماینده بفرسته که او بتانه از مردم نمایندگی کنه و او حداقل فامیلش مثل دیگه مردم در هر حالت باید حضور داشته باشه. یعنی با چنین وضعیت فکر میکنین آینده پارلمان تا وقتی که است چه خواهد شد؟ یعنی آهسته آهسته پارلمان قرار است از هم بپاشه؟ خب من از هم پاشیدگی پارلمان از زیاد احساس نمی کنم. ما و شما در جریان هستیم که در از این دورت تا هنوزم که نیم سال ششم است هنوزم که روان از پارلمان، ولی من آرزوی از این دارم که هر چه عاجلتر راههای قانونی باز شود، انتخابات برگزار شود و پارلمانی بعدی بیاید. ولی با وضعیت فعلی من باور دارم که لنگان پیش میره و حکومت هم علاقمند است، چون نیاز داره که به عنوان یک پارلمان منزوی، به پارلمانی که نتونه خود کشف بکنه در کنارش باشه. به اون لحاظ من فکر میکنم که پارلمان هم مثل حکومت این تو لنگان پیش میره. یعنی فکر میکنین که اعضای پارلمان این بار باز هم به این دو نامزده که در حال حاضر از سرپرست ریاست امنیت ملی و سرپرست وزارت دفاع ملی رای میتن و آمادگی دارن و در روز پیدا میشن؟ دقیقاً ما همیشه همین تجربه را داشتیم. در جریان سال نبودن، زمانی که انتخابات برگزار میشه، امون روزی که حداقل امون کاندید وزیر معرفی میشه یا رئیس عمومی یا لوی سارنوال یا رئیس استر محکمه معرفی شده، همیشون حضور پیدا کرده و امون روز خود رسانده و امون روز حداقل چهره های خود در
چشم از او زده که من به عنوان تاثیرگذار در اول جرگه هستم در کنارت. به اون لحاظ من باور دارم که در روز انتخاباتی که ما داریم یا رای گیری که ما در داخل مجلس داریم، امی وکلای غیر حاضر هم پیدا میشه و رای خود استعمال میکنن. و چرا کسایی که در پارلمان حضور دارند صدای خود بلند نمیکنند در برابر نماینده هایی که حضور ندارند؟ حداقل یعنی در حال حاضر مجرای بلند کردن صدا وجود داره، یعنی مجلس نمایندگان تلویزیون در اختیار داره و عملا نشرات زنده میته. صدایتان چرا بیرون نمیکنین؟ کسایی که به اینا رای داده حداقل باید بدانن که در قسمت دادن رای به نمایندهشان اشتباه کردن. خب ما هر روز، شما شاید صحنه هستین که هر بار انتقادات سر عزمی حاضری و سر حضوری وکیل است، ولی مدیریت پارلمان هم به نظر من حتمی و ضروری است که باید کوردینه کنه و باید دقیق در این راستا عمل بکنه و بعضی مواردی که ضرورت است باید در آجندا گرفته شود و بحث شود و به نظر من در نقاط آخر رسیدیم باید این کار شود. در غیر از او پارلمان همو حرف شماست که از هم میپاشه اگر تصمیم جدی گرفته نشه. تشکر، سپاسگزار هستم از حضورتان. فاطمه نظری، عضو مجلس نمایندگان. سلامت.